همیشه راه افراد را که آنها میان رو هستند و خدا ترس هستند انتخاب بکنین. بیاین در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم ما تاریخ را مطالعه بکنیم، ببینیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم افراد را که بر راه خود فراخواند، یعنی به اسلام فراخواند، او افرادی بودند که واقعا خدا ترس و میانه رو بودند. امروزه هم ما به دنبال افراد باشیم، ما به دنبال جریان هایی باشیم، ما به دنبال تحرک هایی باشیم که اونها همیشه میانه روی و خدا ترسی اصل مهم آنها است. قاعده مهم را که آنها در زندگی خود پیاده میکنن او ترس از الله متعال هست و همچنان در غیاب برادر مسلمان خود، در غیاب کسی که او را هرگز او نمی بیند، تنها و تنها او را الله تعالی در هر مکان و هر زمان می بیند، از الله متعال خوف می داشته باشد و از الله متعال ترس می داشته باشد. علما و دانشمندان که یا صالحان و سلف صالحی که از الله متعال ترس داشتند و راه میانه رو را انتخاب کردند، امروز کتاب‌هایی برای من و تو نوشته است، کتاب‌هایی برای من و تو جوان نوشته است که ما به اساس همان کتاب‌ها و به اساس همون فرامینی را که آنها در کتاب‌های خود ذکر کرده‌اند به اساس همون حرکت بکنیم و برای خود راه هدایتی برای خود و برای خانواده و برای جامعه خود شویم. اگر ما راه افراد ناصالح و فاسد را انتخاب بکنیم، اگر ما راه افراد بد اخلاق را انتخاب بکنیم، خدای نخواسته آینده من و شما با تباهی می کشد. خدای نخواسته آینده من و شما تباه می شود. جوانان، به خصوص جوانان، شما راه افراد میانه رو، راه افراد خدا ترس، راه افراد که آنها همیشه با خدا هستند، همیشه تلاوت می کنند، همیشه اذکار می خوانند، همیشه دست خیری با مردم دارن، همیشه کمک با دیگران میکنن، همیشه هر کاری خیری که در پیش روی اونها بیاین انجام میدهند. شما راه این افراد را انتخاب بکنین که آینده درخشانی داشته باشین.